جان جانی منی. جایی که به تو راز بگویم سرمانده به زانوی تو با ناز بگویم. چون تیغ بخوابم سر زانوی تو مادر احسان خدا را زید و دستان تو جویم. چون تیغ بخوابم سر زانوی تو مادر احسان خدا را زید و دستان تو جویم. مادر مادر تو نور ایمان منی من جان تو چه جان جانی منی. ای من جان تیم تو چه جان جانی منی. ای من جان تیم تو چه جان جانی منی. خواهیم که دیار ما پر از برق باشد، تاجیک همیشه تاج بر سر باشد، تا ذوق بلند ما به پستی نرود، بگذار هنر در سر منبر باشد. سرود سبت گل شعر و آهنگ خلق در اجرای هنرمند مرامت. برو کمانی میجه خنجر روید به مثال لانه تر. ای برو کمانی میجه خنجر روید به مثال لانه تر. هستی سبت گل 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 هستی سبت گل. چه صنوبره و باغت موی تو سیاه چو پریزاغت. عدد چه صنوبره و باغت موی تو سیاه چو پریزاغت. لب چون ورق گل 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 لب چون ورق گل. چو قشنگه و پریسا از جبر و جفایت میزنم داد. و چو قشنگه و پریسا از جبر و جفایت میزنم داد. لب چون ورق گل هست سبت
سبت گل رویت طبق گل لب چون ورق گل هستی سبت گل. تشکری به همتا و دوستان عزیز مهمانان گرامی. حالا باشد سخن را به مؤلف سرودی که مادر منظور شما گردید، راهبری محفل ادبی وارثان ترسانزاده، علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، عبدالقهار قاسم. یک بار دیگر همه شما رو خوش آمدید میگوییم به این بزمی استاد گرامی خوش محمد حیاتوف. ما البته همیشگی با همه انسامبل ها، با همه این سرایندگانی شعبه فرهنگ شهر ترسانزاده همیشه همکاری داریم و بسیار سرودها یک جای ایجاد کردیم. همچنین نسبت استاد خوش محمد حیاتوف گفتنی هم که بسیار انسانی هستند که جوینده هستند و در بعضی حالات اگر الهامی کس نبیایدم آنقدر خواهش میکنم خواهید نخواهید چیزی می نویسید و سخن بسیار کردنی نیستم. امروز هم به خاطر این نبرد اولا به این کس برای ایجادی میخواهم در زندگیشون بسیار بردباری ها را آرزومندم و باز یک غزلی را که به استاد بخشیدم منظور میخواهم که به این کس هدیه نمایم. خوشا ساز اگر سازی تو باشد، خوشا بلبل هم آوازی تو باشد، خوشا آن راوی آزاده گفتار اگر آینه پردازی تو باشد، صدایت ناله بلبل بماند عقابی دور پروازی تو باشد، برقص آید اگر گل در گلستان بدان از نازی آوازی تو باشد، غزل قهار بنویسد شب و روز سرود این دیده بازی تو باشد، بکن لطف چو خوش محمد سرایت بزن کف چون که همرازی تو باشد. تشکر. مرحبا. عاشقی از باوری سر می شود، زندگی با عشق زیبا می شود. عشق در دنیا نیست هوس، بهر شخص یک بار میسر می شود. سرود عاشقی دیوانه ام، شعر و آهنگ خلق در اجرای خوش محمد حیاتوف. من عاشق دیوانه‌ام، از درد و غم افسانه‌ام، یار شمع و من پروانه‌ام، دیوانه‌ام دیوانه‌ام. از زنجیرم کنه با عقل تکبیرم کنه، از روی یار سیرم کنه، دیوانه‌ام دیوانه‌ام.
افروختم افروختم آتش گرفتم سوختم عاشقی آموخته‌ام دیوانه‌ام 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 در روی رهت انار مانم بیروم سی برگه و گل تتار مانم بیروم سی برگه و گل تتار مانم نشود داغی تو در این دیار مانم بیروم نامی تو در این دیار مانم بیروم شبنم زد و سه برگرد تر کرد و گذشت دو غنچه گل باغ نظر کرد و گذشت من و تو یک چمن داریم که گلهایش شکوفان است زمینش از عرقهای جبین سبز و گلافشان است من و تو مهر پیوند هوای یک گلستانیم من و تو یک وطن داریم که نامش تاجیکستان است سرود یک صباح شعری عطاری آهنگ خوش محمد حیاتوف در اجرای هنرمند یک صباح بلبل این نغمه در گلزار کرد رخ به سوی گل نمود این ناله های زار کرد یک صباح بلبل این نغمه در گلزار کرد رخ به سوی گل نمود این ناله های زار کرد
به سوی گل نمود نابهای زار کرد. خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند. صحنچه هجوی در اجرای تئاتر خلقی شهر ترسونزاده. مرحبا. کنی بیایتون کنی اینجا با آشخانه ملی بیایتون کنی همه خوراکای ملی هست. بیایتون کو چی نگاه داره؟ بیاید اینجا با خوراکای ملی چنان اوقات هایی به مزه هست. بیاید اینجا. بیاید آپا جان بیاید آخیر بیاید خوراکای بامزه هست. بیاید کو چی نگاه داره؟ بیاید با خوراکا با آشخانه ملی ما بیاید. بیاید اکرم بیاید. السلام علیکم. السلام علیکم. کنی اکا جان بیاید کنی. بیاید کنی گذارید کنی. بیاید گذارید کنی. بیاید کنی مرحمت. میبخشید اکا جان میبخشید اکا جان. خب کنی اکا جان چی میخواهید؟ چی دارید؟ میدونه چی؟ یکمش به ابخات‌های سبوک شوربا 3 نمود شوربا داریم کله شوربا داریم دنبه شوربا داریم 3 خیل شوربا داریم. دویمش باشد 3 خیل ششلیک داریم. گوشت قیمه ششلیک و گوشت مرغ و این چونین منتوی با گوشت گوسفند آش جرکا شد کفایه. با من یک چای کبود نیم تا شوربا با جان دل نیم تا شوربا با جان دل تست است. خب چای کبود ها؟ البته مرحمت کنید اگه رحمت نوشی جان کنید. لبای؟ من نفهمیدم. چی رو؟ این چای می یا آب می؟ تشویش نکشید اکو حوزی رنگش میبروید. کم ترک توقت کنید اکو چون حوزی رنگش میبروید. خب شوربای انجا تعریف میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خانی لبای اکا جون لبای اکا جون من نفهمیدم. با اشتوی تو اکا جون شروع چنان و مزه بودگیسته اکا جون. این چی خودش؟ دویم با چی بیارم اکا جون؟ یه دویم امونش محال یکم بینید؟ چو کرده است اکا جون؟ پاورکی؟ اکا جون راو پاورت فیروت کن. ای توبه کردم. اکای پاور؟ اینجا بید شما. اینجا بید؟ چی؟ اینجا بید شما اینجا بید؟ اینجا بید اکا. در همین جا یک کلینت اینجق آمده است. اینجا یک کلینت اینجق آمده است میگوید که نانت قاق چایت رنگ ندارد شربات هیچ چیز ندارد میگوید. خودتون گپ زنان کنید التماس. کلین مردک می و زنک می؟ البته مردک اکا.